اینا زور میگن، منطق نمیپذیرن. هر جای منطق نداشتن وارد جنگ دعوا میشه. اینا نماینده‌شون هستن در مجلس نمایندگان، مطلقاً استدلال بلد نیست، فقط بلدن چاقو کشی بکنن، عربده بکشن، پشت این میز بده و پشت صندلی بده و غال مغال جنجال. اون آقایی هم که بسیار دعوا میکرد با جووری سو از افغانستان هم نیست، پشتون هم نیست، پشتون افغانستان هم نیست. متاسفانه ما میگیم نماینده داشته باشه. اونجا تاجیکا هم هستن در غزنی، تنها پشتونا که نیستن. من تاجیکم. اگر تاجیکا در غزنی میخوان بیان سر انتخابات بیاد، اگر مشکلی وجود داره بدر قانون انتخابات تصحیح میشه. در غیر از اون زوری باشه کار اصلا هزاره ها. حداقل یک بحث بسیار مهم است. شما کسایی را که به اوباشی متهم میکنین، اونا شما را متهم میکنن به خدمت به استخبارات بیرونی. ببینید استخبارات معلوم است. استخبارات بیرونی را ببینید. شما درباره استخبارات میگین، یک آدم اسمش غنی است، رئیس به اصطلاح جمهوری مملکت است، مستقیما با وسیله استخبارات آمده. این دولت استخبارات است. مصادر امور این آدم از میان قوم برادر پشتون ما هستند. اگر بحث استخبارات است، ممکن است در یک جایی یکی از مردمان ما را متهم بکنن. اینا سراپا متهم به استخبارات هستند. خانه‌شان در کجاست، خودشان کی آورده، همین لحظه کی اینا رو مدیریت میکنه، همین لحظه CIA و استخبارات انگلستان اینا رو مدیریت میکنه. اگر این نوع داوری ها باشه، اینا 95% در این استخبارات هستن. حکومتشون حکومت استخبارات است. غنی مگر برده بود در انتخابات؟ بار اول دکتر عبدالله از این آدم برد، استخبارات رو بر ما مسلط کرده. تاریخ این کشور نشان داده که کی جاسوس است، کی استخباراتی است، کی در کجا زندگی کرده، کی حمایت کرده، چگونه به قدرت رسیدن. تا حال ما نه در قدرت بودیم و نه در کدام ساختار تشکیلاتی این دولت بودیم. بنابراین تاریخ افغانستان گواه است چه کسانی برای کشورهای بیگانه جاسوسی کردن و چگونه به قدرت رسیدن و حداقل در همین دوره چگونه به قدرت رسیدن. مشخصا در مورد غزنی اگر این موضوع حل نشد، اقدام بعدی شما به عنوان یک نماینده مجلس که میخواین در غزنی فرصت داده شود به همه که حق رای دادن باشن چی میگید؟ من نظرم این است همون گونه‌ای که در بدخشان انتخابات شد، در هرات انتخابات شد، در کابل انتخابات شد مطابق قانون انتخابات، در غزنی همین گونه انتخابات برگزار بشه. هر کسی که رای میگیره رای بگیره. این آقایی که نمیره پشت صندوق رای، بلد نیست، سواد نداره، مکتب نمیخونه، فقط بلد است که آدم بکشه و جنایت بکنه، او هزاره درسانده متمدنی با فرهنگی که میره کارت میگیره و میخواد رای بده، برای رای بده، رای بگیره. مگر نمیگن شایسته سالاری؟ چرا در اینجا بس شایسته سالاری نمیکنن؟ یک مردم دارن رای میدن، یک مردم دیگه رای نمیدن. بعد اینجا عصبانی میشن، میگه چرا هزاره بیشتر میبره؟ برای این هزاره بیشتر هزاره شهری است، هزاره فرهنگ داره، متمدن است. برو در انتخابات، اونجا تاجیکا هم هستن. من به عنوان یک کسی که بر از حقوق خواهم دفاع میکنم باید از حق تاجیک‌ها دفاع بکنم، ولی در رابطه با تاجیکان بحث ما همین است که در چارچوب قانون در انتخابات برن. اگر قرار است حوزه بندی شود، همه افغانستان باید حوزه بندی شود و اگر قرار است که اونجا تقسیمات بکنن، یک ولایت برای مردم جاغوری بدن که هزارها برن در منطقه خودشون، بعد تاجیک‌ها و پشتونان بیان در منطقه خودشون. آقای پدرام، فکر می‌کنین که این تصمیم را کمیسیون انتخابات گرفته؟ اصلا شما بر استقلالیت کمیسیون باور دارین یا اینکه تصمیم حکومت افغانستان مستقل نیست؟ شما از جریان انتخابات نگاه کنید. از همین چند روز به خصوص یک ماه اخیر یک روز تذکره میده، یک جای استیکر نداره، یک جای رنگ نداره، 10 روزی تابعیضایشان کار نمیکنه. این کمیسیون 2 نفرش استعفا داد و داد زدن و گفتن که غنی مداخله میکنه. از بس این آدم مداخله میکنه ما دیگه نمیخوایم در کمیسیون کار بکنیم. مگر گواهی بیشتر از خود اعضای کمیسیون ما و شما میتوانیم داشته باشیم؟ نه شما اونقدر مطلع هستین نه ما مطلع هستیم. ولی 2 نفر اعضای برجسته کمیسیون به دلیل مداخله آقای غنی به حکومت استعفا دادن و گفتن که مداخله میکنه. مسلما کمیسیون مستقل نیست.